برای حل خطای ویندوز کانات کانکت پرینتر میایم از رو کیبورد دکمه پنجره آ رو که زدیم گزینه رام واسمون نمایش داده میشه. کلمه رج ادیت رو اینجا تایپ کنید، اوکی رو بزنید، بیاید قسمت لوکال ماشین، قسمت سیستم، قسمت کارنت کنترل ست، قسمت کنترل و با پیدا کردن گزینه پرینت تو این قسمت کلیک راست میکنید، نیو دیورد 32 بیتی ولیو رو که بزنید این عبارت رو داخل این تایپ میکنید. RPC همین عبارتی که اینجا هستش رو اینو تایپ میکنید، اوکی میکنید، میبندید. بعد میرید قسمت سرویسز، بعد تو این قسمت گزینه پرینت اسپولر رو انتخاب میکنید و این سرویس رو ران استارتش میکنید. بعد الان دیگه اون مشکل ویندوز کانات کانکت تو د پرینتر رو میتونید رفع کنید.